پایانم یک مطلب دیگر هم بگم، حالا برای آقای مرتضوی ممکن جالب باشه. میدونم وقتم 5 دقیقه هم تموم شده، ولی این شامل 5 دقیقه من نمیشه. ما سال گذشته گفتم اصفهانی هم باید جواب آقای تجلی 2 تا بلیط هواپیما برنامه‌ریزی کرده بودم برای کسایی که بلیط این برنامه رو خریدن و این 2 تا بلیط برنده رو میخوان امشب خدمت شما اعلام کنن و ما دیگه شما رو به جناب آقای مرتضوی قول میدیم که دیگه تمام می‌ذاریم. ضمن عرض سلام و خوش آمد تک تک شما عزیزان. من به نمایندگی از جواد کلاب به خاطر حضورتون در این حرکت زیبا تشکر میکنم. همینطور که قول داده بودیم برای سپاسگزاری از شما جوایز رو به قید قرعه در نظر گرفتیم که من اسامی برندگان حضورتون اعلام میکنم. و حالا جایزه اول بلیط رایگان هواپیما خانم شیدا امینی. جایزه دوم بلیط رایگان هواپیما آقای بهروز رشمند. اینجا هستیم؟ تکون بدین اگه هستیم. و جایزه آخر شام برای 2 نفر در رستوران چیزکیک فکتوری خانم ماندانا امیری. عزیزان شبی فراموش نشدنی و ولنتاین رویایی داشته باشید. مرسی.